سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حکم زندان عمرباد 2 ساکن جیهون برای قتل 4 عضو عائله محمدوفا. شوهر ظالم برای تو قصد خودکشی رسانیدن همسرش جزای شرطی گرفت. بازداشت 2 تاجیک در یارسلاف برای عقد نکاح‌های قلبکی به خاطر شهروندی. یک غارتگر در کنار پتربورگ به سوی تاجیک تربوز فروش 10 تیر خالی کرده است. ساکن جامعه را برای یک دیگ‌آش و یک دیگ شوربا 5480 سومانی جریمه بستند. از یک ساکن پایتخت برای اسباب چلیمکشی 753,000 دلار گرفتند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه ولایت ختلان روز 4 آگوست سال 2022 قیام‌الدین نصرالدینوف و محمد غیور خیبالویف، 2 گمانبر قتل عائله محمدوفا در ناحیه جیهون را به حبس ابد و عدالت شرمتوف، گمانبر سوم را به 28 سال زندان محکوم کرد. طور خبرنگار از پلوس از تالار دادگاه خبر می‌دهد حکم جنایتکاران را چند دقیقه پیش خسرو خالزاده، دادرس دادگاه ولایت اعلام کرد و گفت طرف‌ها می‌توانند دوام 10 شبانه روز از بالای حکم به دادگاه عالی مراجعت کنند. شریفه شرمت و مادر عدالت شرمتوف و نزدیکان قیام‌الدین نصرالدینوف و محمد غیور خیبالویف گفتند به واسطه حمایتگرانشان به زینه بالایی دادگاه شکایت کساسانی میبرند، چون که نزدیکانشان را بیگناه میدونند. در همین حال روز 4 آگوست گمانبران ضمن ارائه حرف آخرین خود را بیگناه دانسته از دادرس خواهش کردند که آنها را سفید کند. یادآور میشویم که قبلا هر 3 عیبدار شونده از بیاناتی که در رفت تفتیشات پیشکی داده بودند دست کشیده خود را در کشتار عائله محمدوفا بیگناه دانسته بودند. آنها دعوا داشتند که زیر فشار و بر اثر شکنجه بیان ندادند. کشتار پرسر و صدای پدر عائله و 3 فرزند نابالغش شب 12 ایون سال 2021 رخ داده بود. اهل‌دین محمدوف 39 ساله و 3 فرزند 8، 13 و 14 سالش به طور وحشیانه کشته شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی کشور ویدیویی را وابسته به این جنایت نشر کرد که در این نوار ساکنان امین نویه قیام‌الدین نصرالدینوف و محمد غیور خیبالویف نقل کردند که چگونه این کشتار را صادر کردند. بعدا از خانواده محمدوف، همسرش لطافت عزیزووا و یک پسرش که زنده ماندند 2 گمانبر را شناختند. دادگاه ناحیه دوستی ولایت ختلان ساکن 50 ساله دهه امید جماعت نوزمین ایدیبای رحمتوف را در لطاکوب و شکنجه و تعقیر و با این اعمالش تا به قصد خودکشی رسانیدن همسرش مرادگل کنجای و گناهکار شناخته بر اساس ماده 109 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم به خودکشی رسانیدن به 5 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. ولی دادگاه با تطبیق ماده 71 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای تعیین کردهش نسبت به ایدیبای رحیموف را شرطاً به اجرا نگذاشته نسبت به او 3 سال مهلت سنجشی مقرر کرده است. حکم ایدیبای رحیموف هنوز روز 20 مای سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان تازه روز 5 آگوست تفصیلات این پرونده را نشر کرده. بر اساس مواد پرونده رحیموف ایدیبای کریموویچ سال تولدش 1965 ساکن جماعت دیهات نوزمین ناحیه دوستی ولایت ختلان با کنجای و مرادگل جبارقلوونا طریق رسم آیین مسلمانی عائله‌دار شده از زندگی عائلویشان صاحب یک فرزند گردیدند. رحیموف دیده و دانسته که با کنجای و در مناسبت‌های عائلوی قرار داشته از جهت مادی تابع او میباشد. از ماه آگوست سال 2021 منتظم نسبت به کنجای و مناسبت بیرحمانه و بیشرمانه را جایز دانسته شأن و اعتبار او را پس میزند. کنجای و به این کردار شوهرش طاقت نکرده سنه 1 مارس سال 2022 تخمینا ساعت‌های 13:30 دست به سوءقصد خودکشی زده در منزل استقامتیش واقع در ناحیه دوستی جماعت نوزمین دهه امید محلول سرکو یا اکسوس را استعمال نموده بعد به بیمارخانه مرکزی بستری گشتن حیاتش نجات داده شده است. دادستانی ناحیه دوستی در رابطه با این حالت نسبت به رحیموف بر اساس قسم 2 ماده 109 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه سپرده است. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان نام برده می شود. کارمندان FSB روسیه در ولایت یارسلاف 4 نفر 2 شهروند روسیه و 2 شهروند تاجیکستان را با اتهام تشکیل مهاجرت غیر قانونی دستگیر کردند. خدمات مطبوعات ریاست FSB ولایت یارسلاف خبر داد که این افراد
از نیکوهای قلبکی میخواستند برای دریافت شهروندی روسیه استفاده برند. طبق فرضیه مقامات دو شهروند روسیه در حدود ولایت یاروسلاو زنان را پیدا کردند که در عوض پول باید با این دو مرد تاجیک ازدواج میکردند. بعد این زادگان تاجیکستان میبایست اول اخی اقامت و سپس شهروندی روسیه را به دست میآوردند، ولی دستگیر شدند. نسبت به آنها از جانب شعبه تفتیشاتی ریاست ولایتی FSB بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی گشوده، چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی و عمل‌های تفتیشاتی ادامه دارد. گفته می شود در اطلاعیه FSB بر اساس این بند قانون روسیه به دستگیر شده‌ها تا 7 سال زندان تهدید می‌کند. این نخستین مورد به عقد نیکوی قلبکی عیبدار شدن زادگان تاجیکستان در ولایت یاروسلاو نیست. در اول سال جاری کارمندان FSB این ولایت 15 شهروند تاجیکستان را به عقد نیکوی قلبکی با زنان و ساکنان شهر گاوریلوف یاما و رستوف ولیکی عیبدار کردند. پرونده ضد سه تشکیل کننده آن کانال مهاجرت غیر قانونی ماه اپریل سال 2022 به دادگاه سپرده شد. در اول ماه آگوست باشد خدمات مطبوعات ریاست FSB روسیه در ولایت کالینینگراد از آشکار شدن یک شبکه خبر داد که برای نیکوهای قلبکی مهاجرت غیر قانونی به نیم جزیره قلمرو واقع در ساحل بحر بالتیک در غرب روسیه برآمده بود. سال 2021 بیش از 103,000 نفر از زادگان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده. در این اول سال 2022 باز 74,000 نفر دیگر از تاجیکستانی ها شهروندی خود را به روسیه عوض کردند. در عموم از اول عصر 21 الکی تقریبا 1 میلیون نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. هزاران نفر آنها بعد ازدواج با ساکنان روسیه توانستند صاحب شهروندی این کشور شوند. شب 4 آگوست سال 2022 در شهرک لسنوی نویه پوشکن شهر سنت پتربورگ روسیه یک ساکن 53 ساله محلی در حالت مستی تلاش کرده است که از مغازه دو تربوز را بدزدد. تربوز فروش که 39 سال داشته شهروند تاجیکستان بود دست خواسته است مانع این کار شود. مرد مست به غضب آمده از تفنگچه تروماتیکی به طرف تربوز فروش حدود 10 تیر خالی کرده است. مهاجر تاجیک را با زخم‌های زیاد تیر در بیمارستان بستری کردند. برای بازداشت غارتگر که با ماشین همسرش از جای حادثه فرار کرده است پلیس نقشه پرخوات را به کار انداخته است. حالا به مرد دستگیر شده برای غارتگری با استفاده از سلاح طبق ماده 162 کودکس جنایتی روسیه تا 10 سال زندان و تا 1 میلیون روبل جریمه تهدید میکند. درباره این حادثه نشریه محلی پتربورگ رو خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه شب 4 آگوست ساعت 22:19 به پلیس دیسپچر یوری تاجیلی زنگ زده خبر داده است که طبیبان یوری تاجیلی برای کمک به یک مرد تیر خورده به شهرک لسنوی دعوت شدند. کارمندان پلیس به جای حادثه رفته معلوم کردند که در مغازه این شهرک تربوز فروش را پرونیدند. نقشه پرخوات در منطقه جنوبی ثمر داد و الکی ساعت 22:30 کارمندان پلیس حملگر را دستگیر کردند. ساکن دستگیر شده نویه پوشکن که 53 سال داشت مست لایقیل بوده است. گفته می شود شب 4 آگوست او در حالت مستی به مغازه میوه و سبزیجات شهر لسنوی در آمده میخواست دو تربوز را بدزدد. فروشنده مهاجر 39 ساله از تاجیکستان خواسته است تربوزها را از دست وی پس بگیرد، ولی مرد بدکردار به طرف وی از تفنگچه تقریبا 10 مرتبه تیر خالی کرده سپس در ماشین تمغه تویوتا کرولا که آن را همسر 43 ساله مرد اداره میکرد از جای حادثه فرار کرده است. جبر دیده را با زخم‌های زیاد بستری کردند. وضع سلامتی فروشنده تاجیک معتدل ارزیابی می شود. حالا مسئله افتتاح پرونده جنایتی با اتهام غارتگری در دست بررسی قرار داده شده است. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. دادگاه نویه جامعی ولایت ختلان ساکن این نویه زاکرجان زیایف را برای دادن دو متهم یک دیگ شوربا و یک دیگ آش در توی عروسی دخترش در ویران کردن طلبات قانون تنظیم و جشن و مراسم گناهکار شناخته به اندازه 70 نشان دهنده برای حسابها برابر به 5480 سامانی یا بیش از $500 با قرب امروزه جریمه بسته است. پروکورور نویه جامعی نسبت به زیایف بر اساس ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده دادگاه نویه با حکم خود از 9 فوریه سال 2022 زیایف را
بر اساس امین بند قانون گوناگور شناخته و به 5480 سومونی جریمه بسته است. قانون تنظیم و رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شد، سال 2017 طلبات آن باز هم شدیدتر کرده شد و از جمله قانون‌های بحث برانگیز در این کشور به شمار می‌رود. هر سال در تاجیکستان صدها نفر را برای ویران کردن قانون تنظیم جریمه می‌بندند. تنها در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان بیش از 400 حالت ویران کردن قانون تنظیم ثبت شده است. بر اساس قانون تنظیم شهروندان نمی‌توانند نه فقط برای دعوت میمونان زیاد یا تهیه چندین نوع غذا در توی و خدایی، بلکه حتی برای دعوت دوستان و همکاران به جشن زادروز هم میتوانند جریمه بندند، چون که این قانون برگزاری جشن زادروز را تنها در دایره عائله محدود کرده است. مقامات میگویند قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه‌های توی خدایی کم کرده پسنداز خود را برای کارهای مهمتر چون ساختن خانه، تامین پول فرزندان صرف کنند. اما حامیان حقوق میگویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم آورده و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز یا محدود کردن شماره میمانان و با مقامات موافقه کردن تعاملنامه توی و معرکه ها در زمان معاصر از یک طرف خنده آور و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می رود. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوعه فردوسی با عریضه مرد 43 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او $750,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که از خارجه برای رونق تجارتش مواد استفاده بری چلم را دسترس می نماید، اما نامبرده تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. همزمان ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اکتبر سال 2019 با روی فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن پایتخت در آمده از او $60,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه از خارجه برای رونق تجارتش یکچند نمود محصولات را دسترس می نماید، اما مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال بر نگردانیده است. نسبت گمانبر شونده از طرف پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند به آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 30 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 03:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازه‌اش واقع در کوچه دهلوی پایتخت گردیده با راه پنهانی از آنجا 11,000 سامانی و بعضی کامرای مشاهده‌ای را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، نابالغان 14 و 15 ساله ساکنان نویه ورزاب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که از 4 تا 8 آگوست سال روان در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی مملکت با استثنای قسم شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیره‌ها پیش بینی می‌شود. در این ارتباط کمیته از ساکنان و میهمانان کشور خواسته است خیلی احتیاطکار باشند و از قبل چاره و تدبیرها اندیشیده تا سیلان نتوانند به منزل‌های استقامتی و زمین‌های کشتشان ضرر رساند. در همین حال بنا به پیشبینی هواشناسان روز 5 آگوست سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده اساساً به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت باشد 11-16 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه گرم و روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 و روزانه 9-24 درجه گرم می شود. امروز در ولایت ختلان هوای کم ابری به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 36-41 درجه گرم، در دامنکوها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز هوای تغییریابنده پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می وزد.
هوا در وادی‌ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم‌ابر بی بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 20-22 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.